عبدالجبار برایشته تقدیم میکند. توجی کنتیجه تقدیم میکند. التماس میکنم یوسف تو رو نرس. چی شد فاطمه؟ خواندن و نوشتن رو میآموزی؟ عبدالجبار برایشته تقدیم میکند. راست. مکتوب های به معبس می نویستگیتان را با دست دیگران خواننده و نویساندن خوب نیست ده. با قاتل دادرت مکتوب نویسی کند گفته با فاطمه معلمی میکنی یوسف؟ قاتل دادرم تو هستی عبدی. جزایت رو هرچند دیر باشد میبینی. میفهمم جناب پروکورور. در حال به نزدتان او را روان میکنم. فهمیدم. الیف خانم را با یک ماشین گرفته به پروکراتوره برید. اطاعت کماندان. الیف مرا طرف گیری کرد. من برد کردم. تو بای دادی. الیف مرد برای تو. با الیف توی شدنم را تصور میکنم. رقص کردنم را تصور میکنم. لیکن بلنگیدن پایم باید او طاقت کند. او مجبور است چون که خودش مرا به این حال آورد. طاقت کند. پایم را که به چنین احوال آورد طاقت میکند. البته طاقت میکند. چی گفتن میخواهی تو؟ چی گفتن میخواهم؟ یوسف در کجا موندی بچم؟ خواستم فاضلکه را بینم. خواطر شدم. گفتم آمدم از بیمارخانه. دیر موندی کو بچم؟ خیلی خواطر شدم. مریم خوب هستی بچم؟ تو رو دیدم و بهتر شدم بچم. مریم با خودت آی. آمدم. اپا مریم اپا مریم دخترم. اپا مریم چشمانت را کشو. مرا میشنوی؟ اپا جون خزت. مریم دخترم. اپا جون خزت. مریم اپا جون. اوچه خوب هستید؟ من خوبم. تو دو فاطمه رو جغ زن. زود آی دخترم.
مریمم بیدار شو هوشیار شو مریمم مرا میشنوی دخترم مرا میشنوی خدایا مریم یوسف نکن دلسوزیم رو انتظار نشوندی یوسف نکن خودت را فکر کن یوسف یوسف خودت را فکر کن بابس خونه برآمدن میخواهی نکن آچهت را به خاطر آر و به مرا کشتنت راضی نیست یوسف نکن یوسف اکا ایستد اکا زود آمدن تا لازم اپام بهوش شد زودتر باش یوسف رفتیم دخترم چرا این خیل میکنی؟ چرا این خیل سر دادی خودت را؟ قریب دیوانه میشدم. بیا خیز اندر اینجا شین بیا نمیخشین اپا دو بابت آب بیار چه خیل هستید اپا؟ عمر در کجاست یوسف؟ نفهمیدم ماندم پسرم یک بار دیوانه ها بر این تکرار کرده از زینه پایه پرتافت خودش را عمر جیغ زد مرا به سوی او می رفتم او در کجاست اکنون؟ آب نوش یعنی شما مراد اکبرش رو که پرونده بود ندیدید همین خیل؟ مراد رو کسی نپرانده است آخر؟ بینید الیف خانم یگان کس پران نمیپرسم کی پرانده است میپرسم فهمانده توانستم یعنی مراد با سلاح کشته شده است؟ نویز دخترم من یگان کسی را که مراد اکبرش را پرانده است ندیدم داده بید ماش ما رو تماشا ساکینه زود به اینجا بیا پسرم تو راو بازی کن پسرم راو بالا برو میله شما در نزدیک در انتظار شوید ساکینه یک ستیل آب بیار تو راو بچم بازی کن راو کنی با من ده بیا عمر بیا کنی ما داریم تو سک فیل خلیل تو چی کار میکنی؟ آچه ببین این بچه میده تان خواب رفته سر و رویش را خاک کرده است خیز کنی خیز از جایت سرده خواب رفت تنها نمیگذاشتید اپا اگر خواهید من نزدش در مدشم نه لازم نیست یوز در نزدش است یوسف با تو چی شد بچم؟ مریم این خیل شد و احوالت را ندیده ماندم کی کرد با تو این را؟ یا با خلیل جنگ کردی؟ نه اوچه این خیل باشد چی شد؟ باز یک راهش را یفته بر آمده است ناکس با عبدی؟ خوب و اما چه خیل؟ سلیمان با دوش گرفته است مرگ مراد را این خیل نکنید فاطمه اپا شما چرا سرتون را خم میکنید؟ مگر حالی سر برداشته گشتن دارم یوسف سر خم کرده میگشتگی آدمی باشد اگر او الیف است از اول راستش رو گپ میزد
الیف تو صبر کن خونو خوردم به ساکینه کار فرمایی و بعد رفت از قفایش جمع کن. یک سچاق یافته نتوانسته؟ آیسته وقتی افتیدنم زدم چی؟ و تو این کم است. خلیل تو چه خیل گپ زده ایستاده ای؟ قریب که از شط خوردنی دادرت خورسندی میکنی. من شط نخوردم. نه شط نخورده است. اوچا حریف به جای عبدی به حبس در آمده است. او رفته گردی زنش تاب میخورد. با من گویید همین کار شد. پولش را دادیم که باز چی؟ آمده پولها رو هوا داد مگر نگفتم؟ ویش کاری خودش. ما به دوشمون افتاده رو کردیم. سلیمان زیر دستمان خوب بود. رود و در حبس سرش را گرن کنن چی؟ گرن کردگی برایت، اصلاح میکردگی هم میبراید. آچه میترسم که فاطمه و یوسف یک شده مسئله را کافت و کاب نکنند. پول و کاغذها رو از دستی تو گرفته بر روی خلیل پرتافته بودم. پولهای به زمین افتاده رو کارگرها جمع کردند. انا همون خط. این پولها برای علی و توست. از من خواطر نشود چند مدت به خونه نمیایم نوشته بود. سلیمان در اصل مراد را نکشته است و آن اثبات گناه را به گردن گرفته نشده میتواند. این طور باشد به خوجگی رفته کوبیم. ما نپامان. کی میداند به کجا پریده رفت؟ اما رود و کسی گرفته باشد چی؟ کنی رفته همه رو پرسیم؟ خلیل نگرفته باشد شاید یافته توانیم. یوسف اپهد بیدور شد. باز عجایب مینگرد. زودتر بیا زودتر. یوسف از دستم چه خیل خلاص شد میدونی که؟ بیامان یوسف چه خیل خلاص شده است. بیهوش خواب بودی وقتی تو را یافته بودیم. نو تیغ زدنی بودم که یوز اومد. یوز یوسف رو از دستی تو خلاص کرد؟ نه مریم بیهوش شده است گفته خبر داد. چی شد خلیل؟ زنی به خانه آچهش گریختگی به یادت آمد می؟ آچه تا به امروز ایستاده باشم از مریم دانید گفتگی زبانی تو نبود مگر؟ اکنون که مریم نیست جزای همشون رو خودم میدیم نگفتیمی؟ نمیفهمید آچه. مریم را از آن خانه گرفته آمدن، از بالایش در را قلف کردن، جزایش را دادن نیست مگر؟ به گپی از اپم دوریستی یوسف گوش نمیدادگی همین نیست مگر؟ ایستوکنی با کجا؟ خلیل زبان دیگر میگوید و چشمان دیگر. آقا خلیل آقا خلیل آقا چه گپ؟ پولی به زمین پرتافته‌ات را گرفتنی آمده باشی؟ دیر ماندی. رفته از دستی جمع کردگی ها گیر. یا که این رو میخواستی فاطمه؟ بینم چی؟ این پول برای علی و توست. وای وای آدمی غمخوار بود سلیمان.
گیر. بین از دیگر کیسم باز چی برآمد؟ قرضهای سلیمان. اما فکر نکن که اینها را هم آتش میزنم. مادامی که تو خوبیم را نمیفهمی، پگاه دیر نشده خانه را خالی میکنین. فهمیدی؟ رو. تمام. ایست. یوسف را گوی مریم را خوب نگاه کند. مریم به من امانت است. روید. هوپا. هیچ گپ نه. کمی مشق کردن لازم. اپا؟ الیف اپا. چی شد اپا؟ اوچم چی خیل؟ هم بهتر بودن جیمو، اما باز کمی در حجره وزین ها میمونن. یک چند روز بعد جواب میدهیم گفتن. اوه شکر. تو این خیل سر و سمه با کجا؟ رفته یوسف رو دیدنم لازم. انه این خبری نقص. خبر ها نه اونقدر خوبن جیمو. عبدی رو سر داده، سلیمان رو دستگیر کردن. سهر در اینجا شو نویدم. دیروز آزاد کردن. عبدی میجینگ باز خلاص شد گوی. اما یوسف اکم خبردار بودگیست از این. تو چی میگوی اپا؟ کار رنگ دیگر گرفت جیمو. جنجالی کلام میشود. اپا شما نترسید اپا. من با شمایم. انشالله در یک جایگی حل میکنیم. نزدیک قرجونی او رفته خطا کردم یوسف. پروا نکنید اپا. با کدام رو به اینجا میایی؟ یوسف اکا فکر میکردگیتون برای تو نیست. خوشا شو جیما. به خیالم راحت رو گم کرده ای. قرجانی ها تو رو انتظارند. عبدی انتظار. مرا یک بار گوش کن یوسف. تنها یک بار. به این هم دیگر به نزد اومده یگان چیز گفتنی نیستم. تو را آخران بار گوش میکنم الیف. تو نزدی اپات رو یوز. مالش. تو به من تنها داد و فیغان کردی، اما به سرم چی ها آمدنش را هیچ نپرسیدی. بعد از مرگ مراد عبدی مرا به یک انبار برده بسته بود. کی بودنش را نمیدونم. شبانه آمده انبار را آتش زد. از مرگ گشتم. اما در همون حالم اول آمده تو رو از محبس خلاص کردن به عقلم اومد. اما تو باشی چی؟ در بین قرجانی ها و خصوصا عبدی مرا گپ هایی نگفتگیت نمون. قرجانی ها باید نام یک جای شدن. به حیوز بیاناتم حیات خالم را پیش آوردن. آن وقت جیمو به پیش چشمونم اومد. راضی شدگی بر این کردم. اما بعد به جراحی در آمدن خالم فرصتی رو یافته از بیمار خودم گریختم. دیروز قریب همه پلیس ها به دیه اومدن. بیانات میدادگی کسی رو پیدا نکردم. به بیمار خونه نزدیک خالم برگشتم. فهمیدم که بعد از این راه گشته نمیتواند. امروز باز از خونه گریختم. به پلیس خونه رفتم. اما سلیمان اکا رو کیها به محبس برده بودن. من باز به نزد پروکراتور رفتم. دیده و شنیده هایم رو نقل کردم. اما او از من چی پرسید میدونی؟ مراد را کی با سلاح پران؟ با سلاح. سلاح؟ پیش از افتیدن مراد
عبدی در دستش سلاح نداشت یوسف، چون که سلاحش افتیده بود. میبینم که حالا هم بس یوسف بس، چه گفتنم را میدانم. گفتم عبدی در دستش سلاح نداشت، چون که سلاحش در دستی من بود. عبدی را من پراندم. یوسف حمایه کرده ایستادم، گفته که عبدیت را من پراندم. من به تو دیگر سخنی گفتنی ندارم. الیف، الیف، من در این شرط ها ماهیت مرافعه تماما به دیگر طرف میگردد. یعنی عبدی قراجان جنایت رو صادر کرد گفته دلیل نیست، همین خیل؟ مادامی که سبب مرگش از زمی کردی و افتیدن نیست دلیل نیست. با بالا این دستگیر شده نامش چی بود؟ سلیمان. با بالا این سلیمان مراد را هنگام کشاکش تله دادن گفتنش عبدی قراجان را تماما از واقعه بیرون میسازد. سلیمان با تهدید و وعده ها خریده شد، یک بیچاره آدم است، دیگر چیزی نه. گوش کنید یوسف معلم، من حالا تنها بیانات و نتیجه چاکنی را معنی داد کرده ایستادم. سلیمان در محبسخانه و واقعه به سود داده شده است. از این رو از من یگان سخن زیادتی گفتنم را انتظار نشوید. میفهمم. نتیجه چاکنی برآمده باشد امشب مراد را از نام. خواطر نشوید، امشب مراد را به ده بر میگردونیم. عبدی این سلاح از کجا برآمد؟ من چی میدانم یکا؟ چی خیل چی میدانم ابله؟ تو مگر با مراد کشاکش نمی کردی؟ بس از دیگر خلیل. پلیس هستی می چی هستی؟ از هر باز بیج سلاح میلا کارت چی؟ آخر سلیمان نگفت می که من کشتم. خوب بود در بین گپی سلاح نبود کو. آکا کودک یک دقیقه. من تله نکردم، مراد تله کرد. من خودم را محافظت کردم، گفتنش را به سلیمان فرمودم. اکنون با سلاح پراندم گفتنش را میفرمایی. این خرگوش سلاح را شنود میترسد. این خیل که باشد با بالای خرگوش در وقت خوابش پرتا. سلیمان چی گپ؟ اصلا با تو چی شدم شری؟ آمدی و گویا خودت را گور کردی زنده به زنده. آکا تا مرافع سودی این کار رو باید حل کنیم. استاکنی حالا وقتمون هست. اول از ادوکت خبر گیریم. سلاح را شنود رنگ و رویش چی خیل می شود. دیدیم که نیتش ویران شده است. آن وقت ما هم چاره‌اش را می بینیم. پروا نکن. آرام باش عبدی. ساکینه؟ حسن مادر. از پسی درگوش میکنی؟ نه حسن مادر.
اون مرا تسبش باز هم بلندتر شده است میگفتم. احوالش از پیشتر بدتر شده است. با سیرکون نغز کگ مول نگفتم؟ مولیدم اما فایده نکرد. باز مول. با عمر یک تگ میبافی مریم. لازم نیست. با جای میرفتگیش یک تگ لازم نمیشود. دستت را گیر. اول عمر را از پسش تو را میپرتایم به تنور. بعد از این هیچ جدا نمیشوید. با سوزوندن حیات پسرم اجازت نمیدیم. نه عمر بچم. خدا جان عمرم رو نگاه دار. عمر نوچه خواب رود تا سحر صحت می شود. چندین سال پیش هم در بین این کستان زار می گشتم. از پرمیوه بودنی شاخه ها گذشته نمی شد. حالا باشد افسوس که آن سیری و برکت پریده رفته است. چرا سید بابا؟ در ده از آدمان پرسی 50 خیل بهانه می آورند. همه خطاها را در خود نه در دیگر چیز می بینند. مگر همین خیل باید می شد. راست می گوید سید بابا، اما انا جاهلی همین است بچم. انسان را اول به خود بیگانه می کنند، بعدا به اطرافیان هم بیگانه می سازند. حالان که علم خودشناسی داشتنشان لازم. علم خودشناسی، انسان و اطرافیانش پاره های یک جسمند. بنی آدم اعضای یک دیگرند. چخیلی که یگان عضوی انسان در کند، همه بدن بیقرار می شود و به یاری می شتابد. انسان هم اگر انسان پرست باشد انسان است. از دست و زبانش کسی را ضرر نمی رسد. بیشه حشرات و بیدرنده نمی شود سید بابا. دردت را می فهمم، اما همه قوت را به ضرر رسان ها صرف کنی. اینقدر زیبایی را پی برده نمی توانی. نظرت را همیشه به بدی ها روان سازی. در روشنایی روز هم در تاریکی می مانی. غضبت را فرو بر و به دیدن این نورپاشای آفتاب کوشش کن. سید بابا بسیار خوب گفتید، اما انسان‌های در دهه‌مان بودگی بسیار دلخنکم کردند. خیالاتت هدفت را معلوم نکرده باشد. اگر مقصدی اساسیت نامعلوم باشد، خیالی میگفتگیت چیست؟ انسان‌ها با مقصدی خیالهایشان و مرتبه های انسانیت میبرایند. مکافات نمیطلبند و مشکلی های راه در نمیمانند. در پیششان علنگه‌ای هست که آن را خاموش باید کرد. علنگه‌ای که در آن فرزندهایشان میسوزد.
شخصی که به خاموش کردن چنین علنگه می رود مگر حق دارد که به خارهایی به پایش خلیده مشغول شود؟ مگر من درمانده ایستادم؟ قرصک و بلیگویی خلق را انتظار شدن خطای اول است. بعداً با جاهل ها با اسلوب نادرست با مبارزه می درایی. خطای دوم است. با جنگ کردن نفست را آرام کردنی شده کاری اساسی معلمیت را به اهمیت می گذاری. خطای سیوم. دیگرش وقتی یارانت را با غروری به معنی می رنجانی. خطای چهارم. کی رو می رنجانم؟ دخترم الیف را یا باز خطایت را شمارم؟ با غضبم مغلوب شدم. الیف را هم مثل دیگرها شماریدم. بین بچم، مرد حقیقی آن نیست که رقیبش را به زمین افشاند. آن است که وقتی به غضب آمدن آن را فرو برد. رفتیم. با خیر است؟ بیایید سعید بابا. خدایا در حجره خواب رفته بود. من هم نشسته به خیال فرو رفتم. همان وقت برآمده رفتگیست. مریم اپا، مریم دخترم. اپا، این خیلی در یک جایگی نمی شود. به هر سو رفته گفتن در کن. من به این طرف روم سید بابا. مریم اپا، دخترم. مریم جان در کجایی؟ اپا، مریم اپا. مریم دخترم میشنوی مرا؟ مریم تو در کجایی؟ مریم در کجایی؟ مریم دخترم در کجایی؟ دخترم مریم. اپا، مریم اپا، مریم اپا. سعید بابا در این طرف نیست. در این طرف هم نیست. من با اون طرف. مریم دزداری خلیل به سرم بسیار درد آورد. معلوم است که در خانه او چشم باشد هم اخلی پسرم در آن کثافت. این مسئله رو یگانه راهی حل ریشه کن کردن است. علاقه بینشان را کنده پرداختن. کی است آنجا؟ اپا؟ عمرم رو نغز نگاه میکنی ساکنه؟ این چه خیلی گپ اپا؟ امانت شما هست او با من. بچم جان من بچم. بچه شما رو بیشتر یاد کردم. بچه جان
شیرینک من، جانی من. بچه جانی من. خاموش. همین خیل بعد از وی دختری کلاسوخا گرگرو میبیند، میترسد. همین خیل داد گفت من تو رو میخورم با ترس. چه گپ هست اینجا؟ با عمر افسانه میخوندم حضرت مادر. وقت افسانه خوانیست مگر؟ بیبی شما همیشه گرگ در افسانه مرا نمیخوریدن؟ کنی زود خورا، بسیار گپ نزن وگر نصیحت نمیشوی. خوب کن. غمی فرزندش عقلی دخترم را برده است. مریم، مریم. بچه بیایید من شما رو به خونه برم. مریم دخترم. در این طرف هم نیست. شما به خونتون روید سعید بابا. من و چم رو مونده گفتگو رو دوام بگم. این چه خیل میشد یوسف؟ یک جای میکابیم. مریم با خیر است دوچه؟ در این ساعت کجا بودید؟ اپا شما در خونه بودید؟ در کجا باید می بودم یوسف؟ خوبم که نبرد، گفتم یک نان گرم پزم. سحر یک جای می خوریم. فاضلکه، فاضلکه. را حاضر میایم. فاضلکه خاطر شدم که ما در کجاست؟ خوب است می؟ خوب که ما خوب. در بیمارخانه می؟ رفت که ما اکا اومد دادم اومد همش رفت. یعنی به دههشان برگشتن نمیخه؟ بسیار خرسان شدم. بیند به شما نان آورده. بسیار خوب. نان آیشه خاله. خیلی بمزه بمزه. گیر این در تو ماند. رفته یگان روز جزای همه کردگی هایت رو میبینی. چه ها میگوی یوسف؟ باز از حقوق و عدالت گپ میزنی؟ بین این قرض ها را. حقوق این است، عدالت این است. آخر چاره دیگر ندارد، همه دین است. چون اون گپ میزنی که گویا کسی نمیداند اون امضاها را چه خیل گرفته ای. هر چی خیلی که باشد مهمترش نتیجه. رفتیم. شما چرا اینجا جمع شدید؟ راه را گشایید، دید شوید. نترسید اپا، شما هیچ وقت در کوچه نمیمونید. لباسو رو در خونه ما میمونید. پرواز کن.
فراز کن. چی گپ شد فضلکه؟ با کجا منیگره؟ چوب بچه ها در خانه شان چخیل نغز آخه لیکن درخت رو میبرند، خانه شان میافتد، اینا میمورند. چی گفته چسبیده مونده در این خانه؟ بیرون خنک است تو چه؟ تو چی؟ با بیرون بر آمدن میترسی؟ نه او چه؟ چخیل ترسیدم؟ خنک خوردم من. رئیس اومده است حسن مادر، شما رو دیدن میخواد. رئیس گرز از راهم نباشد میجه قلب بیا انا دادت هم آمد. دادا اوه شیر بچه کی من. دادا جانم اومدم. بچه جان نقص شدی؟ این شب فرشته اومده مرا صحت کرد. از روزی که الیف رو از بیمارخانه گریزاندی نمیتابی؟ من هم درباره الیف گپ زدنی آمدم حضرت خانم. چی گپ بود از درباره الیف؟ مصلحت رو بجا نآورد؟ خیریت که سلیمان گناهش رو اعتراف کرد و عبدی برآمد. وگرنه میدانستم با الیف چیکار کردنم رو. مسئله آن نیست. ایستا بچه جان. خیر چی بود از مسئله؟ میگویند که کسی او را در انبارخانه آتش زدن خواسته است. بگاهی کمی گپ زدم. کسی را ندیده است، اما در سرش تیک کردنش را تخمین میکند به فکرم. میدانید؟ اپا اوچه هم خوراک رو تیار کردگیستن. شما روید من حاضر میآیم. الیف من عذر میپرسم. قبول میکنم نادرست رفتار کردم. شاید، اما دل من بسیار رنجیده است. خانه دست کریستال باشد، به شیشه دیگران سنگ نپرتو گفتن. تو دل مرا رنجانده ای که اکنون پیوند کردنش مشکل است. دیگر تو را بخشیدنم میتوانم یوسف. یوز با ما کمی اجازت میدهی؟ مالش با مادرت گپ زدیم علی. در چنین حالت تو رو پگاه در مکتب اینترنتی که خودم خوانده بودم با اونجا میبریم. تو چی میگویی؟ گوش کن علی، در این سن و سال بسیار رنج کشیدی. میدانم که پدرت برای تو بسیار عزیز است. درباره او بسیار چیز شنویدی. هرگز برای این کارها غمگین نشو. تو مثل یوسف اکد باید شوی. خواندنت لازم، نان خودت را با راه حلال یافتنت لازم. آن چیزی که به سر پدرت آمد از ناخواندن و محتاج بودن است. همه اینها را پس سر کرده به نزدش که آمدی، او خطاهایش را میفهمد. آن کارهایی که برای خوبی شما گفته کرده است درست نبودنش را درک میکند. برای همین هم بیا، تو پگاه با یوسف اکد رو و روزی مثل او به ده برگرد.
سلیمان به شما اونقدر رنج داد. عبدی خلاص شود گفته مرگ مراد را به دوشش گرفت. حشمت آقا را اکرم کش گفته شاهدی داد. شما باشید حالا همه رو به خونتون راه میدید، یاردمتون رو دریغ نمیدارید. من چه خیل از اوده این کار میبرایم. فاطمه چه میگویی تو؟ آمده با من میمونی، با یک دیگرمون همراه میشویم، در یک جایگی میبریم از اوده اینها. فاطمه فاطمه اپا، این جامدان جامدان است که وقتی به ده برگشتنم در دستم بود. حاضر باشد علی با این جامدان به خواندن می رود. کنی بچه جان دستی مادرت را بوسه کن. دعای خیری مادرت را گیر علی جان. جامدان رو ناز نگاه کن علی. یک روز عمر هم دستم رو بوسیده با این جامدان به خواندن می رود. بخیر هستم شری. تو هم فاطمه بر این خواندن و نوشتن آموختنی آمدی؟ معلم رو میکوبم. امروز نمی آید. پسر فاطمه رو به مکتب اینترنت برده است. این خیلی کارا رو میکرد است این معلم. میکند. یک جای بودم. دیگر آدم میبود دشمن میشد. این معلم ما به زن قاتل دادرش خواندن و نوشتن رو میآموزاند. پسرش رو به مکتب قید میکند. منم خیلی آدم ده. مالی. قاتل دادرش رو؟ هده سلیمان. او همون کارهای خوجگی رو میکردگی سلیمان. چینه سلیمان رو؟ یک دو بار رو پرو شده بودیم. ها همون سلیمان برآمده گفت که مراد رو من کشتم. دادر خلیل آقا رو سر دادن. نه یوسف باشه دوله سلیمان رو کرجانی از خونهشون پیش کردن دستگیری کرد. برادر برابر اومده باشد این معلم. اگر دوی شاید میرسی. رفتن ماشین رو انتظار بودن. سلامت باش برادر. خدا مددگارت پسرم. من پگاه می آیم سعید بابا. بسیار کاری خیر کردی یوسف جان. خداوند در کارهای درست از سبب خطا و رفتارهای نادرست آن ما را از راه بیرون نسازد سعید بابا. آمین. راهی سفید و براری کار بچه. دو پا دو گذره پا. علی جنگیز الیف را دیگر تگی پا دیدن نمیخواهم. فکر کردگیتان را بینید. شکر را گرفته بیارم در خانه محکم میکنم. تو را تا امروز از دستت آمد گویا. تنها یک راه دارد. سوزاندن می؟ روین را به سوزاندگی ها گوی. کاری من چی؟ من این را گفته نمیخواستم و علی جنگیز یگانه راه این کاری خیر. با عبدی می یا اینکه هیچ گوش کردن رو یاد نگرفتی. چی کار دارد عبدی با الیف؟ الیف اما یگان بایش را یافتنمان لازم. خیر عبدی که در تقدیرش نبوده است در این دهه یگان کسی موافق هم نماند. از یگان دهه دیگر چقدر دور باشد همون قدر خوب.
یعنی خالت امروز میبراید ها الیر؟ خدا شفا میدید انشالله. سلامت باشید. یعنی که علی رو هم با مکتب نایستید ها؟ خیر بخیر شود. این کاری خیر رو باید با قهوه جنبش کنیم ها؟ ساکنه ساکنه با ما 2 قهوه تلخ بیار. کفکش نباشد همش را سرت میریزم فهمیدمون. خب چخیل کاری خیر بود استین؟ نه جانم آمدی گپ ده. اگر خواهی بیا تو هم با مو قوانش. نه اوچه رفته یک هوا گیرم. زیق شدم. این چی خودش در حبس خانه بر این یک عمر نمیستم کو. خیر رئیس. سلیمان توسون با بخوری برو. لفتک دیوانه شیم بذار کی اومده است؟ زنت بوده است. نمیشد که نبرایم. نمی شود شاکیر. این عرابه آنقدر ارزش ندارد. با تو 2 روز مهلت. بین در خواجگی کارت تیار، در ده خانه‌ات. مایلش بچه ها او را سر دهید. ما رو به کوچه پرتافتن کی پروا داری؟ هرچی نباشد در بالای سرت بومت هست. مدتی دراز در این جایی. علی به مکتب اینترنت رفت. مرا همین خیل تنها گذاشتی سلیمان. اما انسان‌هایی که ضرر تو به آنها رسید به من دستیاری درست کردند. قراجانی ها چی کردند؟ با سلاح رو به گردنت زدند. والله که از سلاح خبر نداشتم. گویا از دیگر چیزها خبردار بودی. خلیل چیزی به تو گفته باشد آن را تکرار کردی. به من نگر سلیمان. در مرافعه اگر همون گپ‌هایت را تکرار کنی خسته به حکیم میگویم که مرا از این آدم جدا کنید. خبردار باش. فاطمه ایست. فاطمه ایست. چی خیل خاله؟ این خیل براحت دارید؟ نغز دخترم، شما را هم آواره کردم. این چی خیل گپ خاله؟ جیما لبای اوچه جان، پدرت در کجا؟ وای کارهایش بود از اوچه. من حاضر رفته از آمدنتون خبر میدهم. این امینه هم گذرانده است. خسته رئیس هرچی میپرسیدگی شده است. باز این کیزبند بر اومد به سرمون. به دیه بر میگشته است. خلیل او چرا آخه؟ فاطمه رو میداده است. با شوهرش می اومده است. فاضل تماما دیوانه می شود. از پشت کیزبند دیوانه شده بود. شاید باز کیزبند رو دیده عقلش بر میگرده. دخترم کمتر میشتی؟ نه من نشینم، خالم تنهاست. مایلش دخترم، خدا شفا دید. ما هم سلامت میرویم باشی. به دیدنش.
خیر دخترم باز بیو. چی گپ الیف؟ روی دکان رو فراموش کردی و از همسایه ها شکر میپرسی؟ تو ها گوی برایت ماشین شکر میبیارم. گریز از راهم. میگریزم اما اون قدر زود راه نگرد الیف. من دویده نمیتوانم. چرا دویده نمیتوانم خودت میدونی که برای همین الیف فراموش کردی مرا پروندی. اکنون همراه هم آیسته آیسته میگردی یا اینکه قصاص به قصاص قصاص. از من میشوی الیف، گرچند دل هم شود از من میشوی. فاضل با عقل می شود، زینب می آید. فاطمه بیا همراه من مون. اینجا خانه تو هم هست بدون. سلامت باش امینه. مریم اگر باز کاری کند اویشه خالا رو تنها نگذارم. من روم اکنون. فاطمه پگاه که آمدی جای کلیدها رو میدونی، از همونجا میگیری. تو در خونه نمیشوی؟ من بیرون از دیها یک کارم هست. خوب مایلش، من روم اکنون. آیشه خاله رو سلام گوی. علیکم سلام میرسونم. فاطمه چیز گفتن رو فراموش کرد خیالم. فاطمه؟ امینه دیگر چاره نداری امینه. خواهی نخواهی از من میشوی. برو رو از خونم رئیس. بیا همسرم شو امینه. با این کار شکریه هم راضی است. نزدیک نشو، به سرت میزنم. انا میبینی کو تو را محافظت میکردگی یگان مردی نیست. با چوب و کلتک ترسانده نمیتوانی. چونان میتوانم که بر آمده نروی سرت رو میکفونم به خدا. بعد از بیج های زنم چون این رفتار تو مرا دیوانه میکند امینه. اصلا من دیوانه شدم میکشم تو رو. دانسته گیر. فراموش کن اکرم را، مرده است او. اگر زنده میمان چی میشد؟ یگان روز این یک دیده با او با تو مناسب نیستند. دیگر یگان بار نام اکرم رو به دهانت نگیر.
خدا جان من اکنون چیکار میکنم؟ فاضل با عقل بشود زینب می آید. سان اوه خدا جان کاسالس خس کاسالس خس وای مرده است کاسالس خس کاسالس خس کاسالس مرده است فاضل منم امینه فاضل التماس خواهش میکنم یاریده خواهش میکنم از این طرفش گیر بردار با دقت باش فاضل آهسته فاضل қулангро кӣ зер кард муродро кӣ кушта бошаду қулангро кӣ зер карда бошад ист илтимос мошинро нигоҳ доред чӣ гап زینب می آید زینب جماکا رئیس مرده است در کجا؟ یعنی رئیس مرده است بگویم رئیس
عبدالجبور رشته تقدیم میکند.